قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов تاجیکان، تاریخ قدیمترین قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتاری 72. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. خلق تاجیک در عصر 11 ابتدای عصر 13 دولت غزنویان، قره‌خانیان، غوریان و خوارزمشاهیان. در ماه ایون سال 1196 در بین عسکران خوارزمشاه و قوه‌های حربی خلیفه محاربه سخت روی داده با غلبه خوارزمیان انجام یافت. اما خلیفه به مغلوبیت خود نگاه نکرده از تیکش طلب نمود که قشون خود را از نواحی غربی ایران بیرون برده به خوارزم عقیب نشیند. تیکش در جواب به خلیفه چنین اظهار کرد که عایدات مملکت‌های اشغال کرده‌اش به تأمینات قوه بزرگ حربی وی کفایت نمی کنند. از این سبب خلیفه باید علاوه بر این مملکت‌ها باز بعضی ولایت‌ها را به اختیار او سپارد. با این هم قناعت نکرده تیکش از خلیفه طلب کرد که در بغداد خطبه را به نام او خوانند. مبارزه بین خلیفه و خوارزمشاه خیلی طول کشید. آری، درست است که در زمان حکمرانی تیکش دولت خوارزمشاهیان به اقتدار بزرگ صاحب گردید، لیکن در عین حال مبارزه با خلافت پایه های این دولت را بیش از پیش سست کرد. خلیفه عباسی در جریان این مبارزه توانست از نفوذ و اعتبار روحانیان اسلام به منفعت‌های خود استفاده نماید. تیکش در نوبت خود کوشش نمود که به قشون تکیه کند. او برای با موفقیت اجرا گردیدن اقدامات حربی خود سرداران لشکر را به درجه ها تقسیم نموده یک گروه پرقوت اشراف نظامی به وجود آورد. لیکن این همه سعی و کوشش های تیکش نتیجه نبخشیدند و در داخل مملکت تکیهگاه مستحکمی پیدا کرده نتوانست. منشی تیکش بهرالدین محمد بغدادی در التوسل الی ترسل نام اثر خود که تا زمان ما رسیده است منظره اجتماعی و ترکیب ملی نفوس ولایت سیردریا را تا ابتدای عصر 13 تصویر نموده است. در بین بعضی حجت‌های رسمی که در این اثر آورده شده اند یک دستور تیکش با قایم مقام جند نیز موجود است. خوارزمشاه در این دستور خود به قایم مقام امر می نماید با طبقه های مختلف اهالی که او مرتباً ذکر نموده است مناسبت درست برقرار کند. یکم، سیدها اشخاص منسوب به اولاد محمد پیغمبر او قایم مقام تنظیم منافع آنان را بر طبق عدالت و درجه قدسیت ایشان باید همچون دولت زیاده اعتراف نماید و بگذار او کاری کند که آنان از روی نیاز به چیز رو نیارند. دویم، امام ها و علما بگذار او به ایشان بخشش ها دهد و خیر و احسان نماید تا شاد و ممنون باشند و در امور دولت تکیه و فتوا سازد. سیوم، قاضی ها و حاکمان از آنها باید حکم عادلانه طلب کرد ولی مسلم است که نباید آنها تابش شأن قاضی را خیره گردانند. چهارم، صوفیان و پیروان آنها باید به ایشان بخشش ها داد تا بتوانند با خاطر جمع بهر سلطنت ظفرمند ما مشغول عبادت باشند. پنجم،
آقسخالهای با نفوذ، آنها را باید حمایت کرد. ششم، عملداران و حربیان مطیع قائم مقام بدون مداخله به بحث و مناظره و جنگ و نزاعهای بین خودی ایشان بر آنها باید حکمروی نمود و برای در وقت خود رسیدن مزدشان نظارت کرد تا که آنها به ستانیدن از اهالی احتیاج پیدا نکنند. هفتم، غازیان نظارت اهالی را به آنها واگذاشته آنان را از هر جهت باید پشتیبانی نمود. این نامبری به کدام گروه های استثمار کننده میل تکیه کردن داشتن خوارزمشاهیان را نشان می دهد. در این اثر راجع به برزگران و زمینداران و هم در خصوصی پیشوران و اهل بازار دستورات دادند از بس که با زحمت آنها واسطه های مادی قشون تأمین می گردد و آنها توجه لازمه نمودن توصیه کرده می شود. سپس لزومی حمایت نمودن تاجران که قاصد مجانی و واصف شهریار می باشند قید گردیده است. غیر از این ضرورت مناسبت مساوی کردن با ترکان و تاجیکان به طور مخصوص تاکید یافته است. در خاتمه اهالی دعوت می شوند که قائم مقام نو را با شادمانی پیش بازگیرند، بگذار آنها به او مالیات سال آینده را به حجم 1/3 اندازه جمع شده کاملا بپردازند. بگذار از شکایتی بی اساس نسبت به او که عرض کنندگان گویا از او ظلم دیده باشند خودداری نمایند و بگذار به امر ما و فرمان او یعنی قائم مقام اطاعت کنند. این حجت گواهی می دهد که در عصر 13 قسمت عمده اهالی اطراف خوارزم در صورت برتری داشتن عنصر ترکی زبان از تاجیکان عبارت بودند. قیمت اساسی آن در این است که سلسله مراتب آن وقته فیودالی در آن خیلی روشن تصویر شده است. پس از مرگ تیکش پسر او محمد 1200-1220 به تخت خوارزمشاهی نشست. در سال 1203 سلطان محمد با پشتیبانی قره‌ختایی ها خراسان را تماما به دست درآورد. وی هرات و گرد و اطراف آن را نیز به خود تابع نموده در سال 1207 به پایتخت خود برگشت. محمد خوارزمشاه پس از آن که از کار خراسان خاطر جمع شد در فکر ضبط کردن ماوراء النهر و برهم دادن حکمرانی قره‌ختایی ها افتاد. در خود همان سال 1207 او با بهانه فرو نشاندن شورش اهالی شهر بخارا که بر ضد صدرها برداشته بودند با قشون پرشمار حرکت کرده با همین وسیله به تصرف ماوراء النهر آغاز نمود. شورش سنجر اصطلاح دولت قره‌خانی از طرف محمد خوارزمشاه چنان که قید کرده شد هنوز در نیمه اول عصر 12 در بخارا خانواده عالی نسب نمایندگان روحانیان درجه عالی اسلام که عنوان صدر جهان را گرفته بودند نفوذ کلان پیدا نمودند. غیر از مقدار زیاد زمین‌های وقف به دست روحانیان، گذشتن درآمد مؤسسه‌های تجارتی، بازار، اندازه زمین‌های زراعتی گرد و اطراف شهر، همچنین مالیات پیشوران و تاجران ثروت صدرها را خیلی افزود. تا چی اندازه ثروتمند شدن صدرهای بخارا را از همین جا هم دانستن ممکن است که یکی از صدرها محمد ابن احمد با عایدات خود می توانست 600 نفر فقیه را نگهداری کند. هنگامی که او به مکه سفر نمود برای تأمینات راه زیاده از 100 اشتر بار همراه خود برد، ولی او در عوض حرص و آز و رفتار ناقابلی که داشت لقب صدر جهنم را گرفته بود. ثروت صدرهای بخارا سرچشمه دیگری نیز داشت. آنها با بهانه به گورخانهای قره‌ختایی پرداختن خراج سالیانه مملکت
خلق زحمتکش را بیرحمانه استثمار و با هر وسیله غارت می کردند. ضمناً قسمت زیادی ثروتی که به این طریقه جمع آوری می شد به خود صدرها می رسید. البته همه این بی‌عدالتی و غارتگری ها حس نفرت و عداوت عامه وسیع را نسبت به صدرها به وجود نیاورده نتوانست. در سال 1206 اهالی بخارا با راهبری سنجر نام استای سپرساز بر ضد حکومت صدرها قیام نمودند. قوه اساسی شورش سنجر را پیشوران شهر تشکیل می کردند. سرچشمه های تاریخی درباره چگونه سر زدن شورش و وسعت من بعده وی معلوماتی خیلی کم می دهند. ما در خصوص آنکه شورشیان پس از غلبه چند وقت شهر را در دست خود نگاه داشتند و کاری تشکیلی آنها چگونه براه مانده شده بود چیزی نمی دانیم. فقط همین قدر معلوم است که سنجر بعد از اشغال کردن شهر چه نوعی که وقایع نگارانی دربار می نویسند آدمان نامدار یعنی اشراف فیادالی را خیلی تحقیر کرد. صدرها با یک حالتی افتضاح‌آمیز از شهر رانده شده مال و ملک آنها به دست شورشیان درآمد. صدرهای رانده شده از قره‌ختایی‌ها مدد خواستند. در چنین وضعیت محمد خوارزمشاه که برای از قره‌ختایی‌ها گرفتن ماوراء النهر فرصت می جست واقعه بخارا را برای اجرای نقشه‌های خود موقعی مساعد دریافته با قوه بزرگ حربی به سوی بخارا حرکت نمود. شورشیان که برای مدافعه شهر هیچ یک چاره‌جویی ندیده و حتی با برزگران آبادی‌های اطراف متحد نگردیده بودند، حمله قوه‌های حربی خوارزمشاه را دفع کرده نتوانستند. در سال 1207 سلطان محمد قبل از آنکه قره‌ختایی‌ها به بخارا رسند شهر را ضبط نمود. صدرهای بخارا حاکمیت خود را از نو برقرار کرده مطیع محمد خوارزمشاه گردیدند. تصرف شهر بخارا فقط مقدمه مقصدی به پیش گذاشته سلطان محمد بود. برای تماما تابع نمودن ماوراء النهر به او لازم می آمد که از بین حاکمان خود این سرزمین متفق پیدا کند. در سرچشمه های خطی راجع به واقعه های این دوره معلومات زیادی موجود است، ولی فکرها اکثرا مخالف یکدیگرند. برای روشن کردن بسیار مسئله ها، حالت ها و تاریخ واقعه ها محض مدرک های سکه شناسی کمک می رسانند. حاکم سمرقند و سرسلاله اسمی قره‌خانیان عثمان ابن ابراهیم بوده. در فرغانه برادر او قدرخان حکمرانی می کرد. عثمان در حدود عصرهای 12-13 به تخت پدر نشسته پس از چند عنوان دبدبناک سلطان بزرگ سلطانان را قبول نمود. وضعیت او در بین محمد خوارزمشاه و قره‌ختایی‌ها چنان بود که گویا در میان آب و آتش قرار گرفته باشد، ولی او تا یک مدت خیلی ماهرانه از این وضعیت بیرون می آمد. چنین به نظر می رسید که محمد خوارزمشاه در اولها فکری برهم دادن سلاله قره‌خانیان را نداشت. او فقط در رفت مبارزه با قره‌ختایی‌ها سیاست خود را در این بابت تغییر داد. مناسبت بین قره‌خانیان و محمد خوارزمشاه را می توان به 3 مرحله جدا کرد. اول مناسبت متفقانه، ثانی مناسبت تابعیت و نهایت تعقیب و نیست کردن حاکمان قره‌خانی. پس از ضبط بخارا محمد خوارزمشاه با عثمان سمرقندی بی آنکه به ملک او دعوی کند اتحاد بست. عثمان مثل پیشتره به نام خود با همان عنوان و لقب‌هایی که حتی از عنوان‌های محمد خوارزمشاه دبدبناکتر بود سکه زدن گرفت. در همین وقت اتفاقچیان یعنی محمد خوارزمشاه و عثمان از قره‌ختایی‌ها شکست خوردند. محمد خوارزمشاه مجبور شد
به مملکت خود برگردد. عثمان باشد دوباره با قرخیتایی ها نزدیک شده دختری خودی گورخان را به زنی خواست، اما جوابی رد گرفته باز به طرف محمد خوارزمشاه میل نمود، ولی این بار نه به صفت اتفاقچی بلکه همچون شخصی مطیع پذیرفته شد. این بود که عثمان در سال 1209-1210 سکه را به دو نام ضرب کرد. در یک طرف سکه نام و عنوان محمد خوارزمشاه و در طرف دیگری آن نام خود را ثبت نمود. این خیانت عثمان گورخان را به خشم آورده باعثی به سمرقند حمله آوردن او گردید. قرخیتایی ها سمرقند را گرفته و یک مقدار باج ستانیده، اما به سبب ناآرامی های جدی در شرق مملکت خود به عمل آمده مجبور شدند که شهر را ترک کرده پس کرده. یکی از سبب هایی که تا یک اندازه برای موفقیت پیدا کردن محمد خوارزمشاه امکانیت به وجود آورد مورد هجوم قبیله نیمنهای مغول قرار گرفتن دولت قرخیتایی بود. نیمنها حتی خزینه گورخان را غارت کردند. عثمان این ناکامی و نابراری های کار قرخیتایی ها را دیده از سر نو به طرف محمد خوارزمشاه گذشته باز به دو نام سکه زد و به این وسیله تابعیت خود را تصدیق نمود. محمد خوارزمشاه مستحکم کردن سد مدافعی سمرقند را فرموده و در نزد عثمان نماینده خود را گذاشته خود به قوه عسکر به طرف شرق روانه شد و در محاربه وادی طلس بر قشون قرخیتایی ها غالب آمده سپهسالار آنان را اسیر نمود. اگرچند این محاربه تقدیر قرخیتایی ها را به کلی حل نکرد، ولی در عین حال آبرو و اعتبار محمد خوارزمشاه را خیلی زیاد نمود. پس از این نام او را در حجت‌های رسمی با عنوان اسکندر دویم یا خود سلطان سنجر یاد کردند. محمد خوارزمشاه از این جهت هم ماوراءالنهر را به آسانی فتح نمود که اهالی این سرزمین امیدوار بودند پس از رانده شدن قرخیتایی‌های بتپرست و استقرار یافتن حاکمیت خوارزمشاهیان همدین وضعیت آنها بهتر خواهد گردید. این امیدواری خلق را سلطان محمد در راه رسیدن به مقصد خود خیلی خوب استفاده نمود. هنگامی که او در سال 1207 بخارا را اشغال کرد، ظاهراً به عسکران خود فرمان داد که به اهالی هیچ گونه جور و ظلم نکنند. حتی راهبری شورشیان ملک سنجر که بر ضد صدرها و گورخان قرخیتایی برآمده بود نیز در اول سلامت مانده، فقط پس از چند وقت به دریای آمو غرق کرده شد. ولی اهالی ماوراءالنهر به زودی تمامی سختی های حاکمیت خوارزمشاهی مسلمان را حس کردند. عثمان پس از آن که محمد خوارزمشاه بر قرخیتایی ها غلبه کرد و دختری محمد خانه‌دار شده یک سالی تمام در خوارزم ماند. سپس او به سمرقند برگشته از علم تابعیت به خوارزمی ها و محرومیت از استقلال باز به قرخیتایی ها گفتگزار سر کرد. به این طریقه او از سیاست پیشینه خود که به طرف زور و توانا مایل کردن بود این دفعه رو گردانید. این دفعه منفعت حاکم قرخانی به منفعت خلق موافقت نمود. ظلم و استبداد خوارزمی ها در مبارزه عمومی آنها را به هم متحد ساخت. جبر و ظلم حاکمی در سمرقند گذاشته محمد خوارزمشاه تا درجه سخت بود که خلق شهر طاقت نیاورده در سال 1212 به مقابل این ستمگران نو شورش کردند. آنها می دانستند که برای مبارزه بردن با محمد خوارزمشاه قوه کافی ندارند، بنابراین قرخیتایی ها را به یاری دعوت نمودند. لیکن محمد خوارزمشاه از این حادثه خبردار گردیده فوراً به سمرقند آمد
و شورش را در یک صورت بیرحمانه فرو نشاند. قتل و غارت اهالی شهر 30 روز دوام کرد. در نتیجه این وحشانیت هزاران آدمان بیگناه نابود شدند. عثمان هم کشته شد. سلطان محمد پس از آن که به اهالی سرکش سمرقند چنین رفتار کرد، این شهر را به اقامتگاه خود تبدیل داده در آنجا به ساختن مسجد و قصر پادشاهی شروع نمود. وی برای مستحکم گردیدن موقع خود در ماوراء النهر فرمود که در ولایت‌های جداگانه آسیای میانه حاکمان قره‌خانی را به قتل رسانند. او فرغانه را که برادر عثمان قادرخان حکمرانی می‌کرد نیز اشغال نمود. پس از این هم در سال 1213 در اوزگند پایتخت کلانترین ملک قره‌خانیان و در سمرقند پایتخت دولت قره‌خانی سکه به نام محمد خوارزمشاه زده شد که این معنی تماما از بین رفتن سلاله قره‌خانیان را داشت. به موجودیت سلاله قره‌خیتایی ها سردار نیمن‌های بادیه نشین کوچلوک خاتمه گذاشت. کوچلوک نیمن دشمنی مقتدری بود، ولی فکر و ذکر خوارزمشاه جاه طلب و شهرت پرست به ملک‌های همسایه جنوب و غرب خود بند بود. او آرزو داشت سرزمین‌های افغانستان و ایران را ضبط نموده با خود خلیفه ستیزه جویی کند. چون وی در خود اقتداری در دو جبهه جنگیدن را نمیدید، از ترس آنکه کوچلوک نیمن به اصطلاح ولایت‌های شمال و شرق دولت او سعی خواهد کرد، اهالی شاش، اسفجاب و یک قسم فرغانه را به محل‌های دیگر کوچانیده امر نمود که این ناحیه ها را خالی گذارند. در عین زمان محمد خوارزمشاه ایران و افغانستان را به تحت تصرف خود درآورده از خلیفه طلب نمود که امور اداره بغداد را هم به اختیار او واگذارد، ولی او به این هم قناعت نکرده عموماً از تخت خلافت معزول گردیدن خلیفه را اعلان نموده به جای وی سید علاءالملک ترمیزی را خلیفه خواند و سال 1217 به طرف بغداد لشکر کشید. ولی از این برایش چیزی حاصل نشد. دیگر معلومات و اخبارات سرچشمه ها دایر به مناسبت بین خلیفه و سلطان اختلافات زیادی دارند. بعضی سرچشمه ها خبر می دهند که سلطان محمد خلیفه را مرده اعلان کرده تقریبا در تمام شهرهای مملکت خود از خطبه نام او را برآورد. قسم دیگری سرچشمه ها برعکس با خلیفه راهی مراسا و مسالمت جستن خوارزمشاه را تأکید می کنند. مورخان بیشتر طرفدار فکر دوم می باشد، اما مدرک های سکه شناسی نشان می دهند که فکر اول به حقیقت نزدیکتر است. هم پیش از لشکر کشیدن محمد خوارزمشاه به بغداد و هم پس از آن نام خلیفه در سکه های بعضی شهرها یاد شده است و در سکه های بعضی دیگر شهرها نی. از این جهت سکه های ترمیز زادگاه علاءالملک خیلی جالب دقت است. در اینجا بعد خلیفه اعلان شدن علاءالملک و پس از یورش بغداد نام خلیفه معزول در سکه ها دیده نمی شود، حالان که پیشتر موجود بود. ولی نام علاءالملک ترمیزی هم در یگان سکه ثبت نگردیده است. آبروی و اعتبار خلیفه بغداد در بین مسلمانان نهایت درجه بلند بود. بنابراین سلطان محمد در سیاست خود ثابت قدمانه و تا آخر در راه عزل خلیفه مبارزه کرده نتوانست. وی از این تلاش خود چیزی برد نکرد، بلکه بسیار چیزها را از دست داد. برتولد درست قید می کند که در جمعیت یگان صنفی نبود که تکیهگاه محمد باشد. فیادلها، روحانیان، مردم همه با سببهای گوناگون از او ناراضی بودند. حتی عسکران کرایه که تمام غلبه های او را تأمین کرده بودند در آخر از اطاعت او سر کشیدند.
دولت بزرگ محمد خوارزمشاه از درون محکم و استوار نبود و بنابراین در نتیجه ضربه های استیلاکاران مغول به آسانی از پا افتاد. خلق تاجیک در عصر 11 ابتدای عصر 13 دولت غزنویان، قرهخانیان، غوریان و خوارزمشاهیان. خواجگی و مناسبت‌های اجتماعی و اقتصادی. اقطاع و زمینداری شرطی در عصرهای 11-12. در عصرهای 11-12 اقطاع و اقتداری یعنی به طریق خدمتانه انعام کرده شدن زمین‌های کشت خیلی رواج یافت، ولی این اصول برای دولت‌های غزنویان، قرهخانیان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان یک رنگ و یکسان نبود. هنگامی از نقطه نظری معینی تاریخی تحقیق نمودن موقع اقطاع در حیات اجتماعی و اقتصادی هر یک از این 4 دولت، این را هم باید در نظر داشت که حکمرانان و اربابان دولتی دوربین و عاقبت اندیش آن وقته به تنزل اقتصادی و سیاسی حاکمیت مرکزی آورده رسانیدن رواج اقطاع را به خوبی می فهمیدند. در این بابت حکایت آلتونتاش قائم مقام خوارزم عهد محمود غزنوی جالب دقت است. خراج خوارزم از معاشی که آلتونتاش همچون قائم مقام می گرفت 2 برابر کم بود. آلتونتاش به وزیر سلطان محمود چنین پیشنهاد نمود: او خراج خوارزم را و فایده خود نگاه می دارد و بقیه حق خود را از خزینه سلطان می گیرد. وزیر پیشنهاد آلتونتاش را نه فقط رد کرد بلکه گپ‌های تلخ هم زد. بگذار به امیر آلتونتاش معلوم باد که وی محمود نمی تواند بود. هیچگاه خراجی که او برای آن مسئول است به او داده نخواهد شد. خراج را بیستان و به خزینه سلطان تحویل بده. پس مواجب بیطلب. چه خوفی بزرگی است برای غلامی که در صدد شرکت به حکمرانی پادشاه خود بیفتد. حقوقی به فایده خود جمع کردن خراج را صاحب شدن اولین شکل اقطاعداری بود. اقطاع نه اینکه برای غلام بلکه برای پادشاه خوف بزرگی داشت. بنابراین حکومت اگر قوه کافی و امکانی اقتصادی بدون انعام زمین ادا کردن خدمتانه موجود باشد، همیشه کوشش میکرد که با عوض خدمت پولی نقد بدهد. شما گفتاری 70 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجم خلافخان، کارگردان شیرعلی نغزلی.